نمیدونم چند تاتون قضیه فوت مهسا امینی رو شنیدید. اونایی که نشیدن حتما گوش کنن. مهسا امینی 22 ساله از کردستان شهر سقه، تقریبا همشهری خودم هم هست، و همراه داداشش واسه دیدن فامیلاش میاد تهران. قبلش اینو بگم که بدونید داخل شهر ما قضیه گشت ارشاد برای حجاب نداریم، مگه داشته باشیم هم گیر نمیدن بهمون. خلاصه گشت ارشاد این خانومو میگیره، به برادرش هم میگن فقط یه کلاس توجیه واسه حجاب. شاهدا میگن که داخل ون گشت ارشاد درگیر شده مهسا با مامورا. وقتی که میرسن داخل بازداشتگاه رنگ به رخساره نداشته مهسا. اون دخترایی که اونجا بودن چند بار به مامورا گفتن، ولی خب مامورا گوش نمیکردن. میگفتن فیلمتون شما یاد گرفتید، با گازشگاور رو باتون ساکتشون کردن. بعد از اینکه حال مهسا رو واقعا دیدن با آمبولانس فرستادنش بیمارستان. برادرش میگفت وقتی داخل کما دیدمش دست و پاش کبود و ورم کرده بود. و الان هم که متاسفانه با خبر شدیم که فوت کردن. و به همین راحتی دختر 22 ساله رو به خاطر یه حجاب کوفتی جونش رو از دست دادیم. اینو میخوام بدونم الان که مرده دیگه حجابش واسهتون مهم نیست؟